zafarti adomin Allahu Akbar reklamaya pauza که نور و صفا و ضیا می‌آورد. بار دیگر این نوروزی خجسته بین المللی مبارک باشد. از کارمندان محترم حفظ حقوق خواهش میکنیم در مرحله نهایی به همین منبر هم کمی توجه کنم. نزدیک آمدن اینها کاری ما را اندکی مشکل تر می‌سازند. خواهشمندم که 5 قدم قفاتر باشم. در نفری خواهشمند باشد. مرحبا میدان از پهلوانان دلیر. چند تن دیگر باقی مانده است. تقدیری همین سبقت‌ها برای موقع پهلوانان در به دست آوردن مکافات دوم شاه جایزه نقشی ارزنده دارد. خواهشمندیم توجه کنید به ادامه رقابت. دست شما درد را نبیند. کامران شاه حسین جمال کم هر مخلصی کنید و کار دیگه میشه. حرکت هست دیگر اضافه امری داور را شما به نظر گیرید. انکی سرجلال و سمه جوانداز یک ترتیبه که حوثمند یک احساسات زیاد شهرخ امیرخان و شهر کلاب قادر نصب عبدالقادر نو فامیلی اخی عبدالقادر محمد رحیموف نوحیه رودکی. داوری اینا را شمسلویوف. داوری هر دو اینا را که بازیما میگیرد فیض‌الدین امیرشاه حکمی کنید. امان الله کجا شد همین پهلوانی ناحیه رودکی پرتافت جالبی داشت بها گذاری شد. شما در میدان محمد شریف نظریوف انتظار است. پهلوان ناحیه رودکی امان الله Duk boşu yan kule zanır. Adamı kim قادر و شهرخ در مرکز میدان رقابت دارند. از داوران مکافات عالی شاه جایزه خوجندی جفت خواهش میکنیم که هنگامی حکمی کردن دور گردد که در سطح تلویزیونی باز هم جالب‌تر بیاید. قاعدت چنین از در شاه جایزه مساوی نیست. مکافات عالیه که تأسیس دادن در جریان این رقابت سرداور به نظر گیرید. داوری مرکز از ولایت مختار کوهستان بدخشان. طرز و ترتیبی که در گشتین ملی رایج است رعایت گردد.
در صورت دست کشیدن حریف کامراشو یا البته ادامه قد اینجا هم نتیجه گیری برای تقدیم شاه جایزه می شود. خواهشمند این الها را به نظر گیرید. دیگر جای مساوی نیست، اون دو تقسیم نمی شود. اندیشه و فکر یکی دیگر و کامران هم این مرحله رو از دست دادنی نیست. به هر دو سفر گوشتین تونه عادلانه جوان مردانه دوام کن. یا ترسک صمیمانه همه ما شما و افتخار اقدام نجیب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان شاه جایزه عالی که امروز تحصیل دادن واقعا هم ارزشمندترین و بزرگترین تحفه نوروزی است. با تیمور اگر طلبگار باشد برادر باز هم یک شاه جایزه دیگر و قبلا هم چندین مرحله دیگری که مکافات ها خیلی زیادن و شاهرخ و قادر آزمایی را جدی ادامه دهید. سیدجلال و فردوس یک مرحله که موفق بودید و بعدا با دوری از همه حساس آماده باشید. نتیجه گیری ان همین دور برای شاه جایزه بعدا مدعیان شاه جایزه دوم رو در میدان معرفی میکنیم. تیار باشید، پیش دستی کنید، باز با سهلنگاری و عاقب نشینی راه ندهید. آخرین امکانیت خدا بخت و اقبال دهد یک پرتافت ارزشمندترین تحفه 100,000 سومانی. در کجا اینقدر قدر شناسی هستیم؟ احیای عنعنه های سنتی ما گوشتین ملی است که مردم ببینید در فوتبال باشد اگر 1.5 ساعت در ورزشگاه مخلص باقی ماند از ساعت 9:30 نورسان سبقت را آغاز کردن. ببینید دوام 6 ساعت یگان نفر از جاش نمیجنبد. با یگان ارزش والا این رو هم وصف کردن. باز من فکر میکنم که از این هم دیگر احترام خاصه دیگر چیزی نیست. با عنعنه سنتی با احیای ارزش های بزرگ ملی که پهلوانی واقعا هم این مال ماست و تاریخی بیش از 5,000 ساله دارد و اعلام گردیدن سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی. محض هنرهای مردمی خاص با گوشتین ملی ما گوشتینگیری هست. چهاردهم اپریل در ماه سیدجلال هم تشکر برای هنرمندیش. مردان شجاع به میدان میبرایم برادر عزیز. نفران دلیر از رئیس محترم خواهش میکنیم تشکر. بعد البته خاتمه مرحله دوم